سوالایی که بچهای اینترنت رو به 2 بخش تقسیم میکنه. بریم تقسیمتون کنیم. شب میری همون یا صبح؟ قطعا شب. قبل خواب آدم یه دوش بگیره تمیز بره تو تخت خیلی حس خوبیه. 64% شب. عجیبه. ترجیح میدی تو اینستا معروف باشی یا توی تیک تاک؟ قطعا تیک تاک. اینستا داره تموم میشه دوستان، الگوریتمش هم واقعا به درد نمیخوره. 20% تیک تاک. دوست داری نون توست چجوری باشه؟ فکر کنم 6 عالیه، 57 هم میشه یه کاریشون کرد. کمتر از این دیگه واقعا نون خالیه، بیشترش هم که سوخته. خب منطقیه. بستنیو گاز میزنی یا لیس میزنی؟ من لیس میزنم، چون گاز که میزنی دندونت مخت یخ میزنه داغون. چرا گاززن داریم؟ توی حمام پاتو میشوری؟ من نمیفهمم آجی، معلومه که پامو میشورم. کلی این سوالو دیدم، همه جامو میشورم دیگه تو حموم. واقعا نمیفهمم. 25% نمیشورن، چرا؟ یه سگ چجوری شلوار میپوشه؟ فکرم راستیه دیگه، جلویی که دستشه، عقبی پای در واقع. او ولم کن. و در نهایت این لباسه چه رنگیه؟ بابا 100 بار گفتم آبی و مشکی. تو چیز دیگه ای میبینی توی کامنت ها بگو.